تا حالا فکر کردی اگه بمب اتم بخوره وسط تهران چقدر خسارت و کشته و مجروح بر جای میذاره؟ میخوام از بمب‌های اتمی هیروشیما و ناکازاکی شروع کنم تا برسم به قوی ترین بمب اتمی جهان که بمب هیروشیما در قیاس باش حکم یه سیگارتو داره. در پایان همین ویدیو هم یه شبیه سازی خواهیم داشت که اگر هر کدوم از این بمب‌ها در وسط تهران و دقیقاً در میدان فردوسی منفجر شه چقدر خسارت به بار میاره. البته از اولین انفجار اتمی دنیا که توسط آمریکا در سال 1945 در صحرای مکزیک تست شد تا به امروز حدود 2500 تا تست انفجاری اتمی دیگه هم توسط کشورهای مختلف دنیا انجام شده که می‌خوایم 5 تا از معروف‌ترین و قوی‌تریناش رو تو این ویدیو بررسی کنیم که البته یه سریاش تو جنگ واقعی استفاده شده و یه سریاش صرفاً تست شده. خب از انفجار بمب اتم در هیروشیما شروع می‌کنم که آمریکا دقیقاً 3 هفته بعد از همون تست اولیه بمب اتم خودش در صحرای مکزیک این بار این بمب اتم که اسمش رو گذاشته بود لیتل بوی، پسرک کوچک رو در جنگ با ژاپن استفاده می‌کنه که خودتون بهتر می‌دونید چه خسارات عجیبی رو بر جای می‌ذاره. فقط تا شعاع 1.5 کیلومتری از مرکز انفجار همه چیز ذوب شده بود و میاد 3 روز بعدش هم بمب اتم دیگه‌ای رو به نام فتمن مرد چاق رو در ناکازاکی منفجر میکنه. متاسفانه فقط همین دوتا بمب باعث شد که حدود 220,000 نفر جون خودشون از دست بدن که فقط 20,000 نفرشون از نظامیان ژاپنی بودن و 200,000 نفر بقیه اکثرا از شهروندان عادی ژاپنی بودن که نصفشون بلافاصله بعد از انفجار جونشون از دست میدن و مابقیشون هم اکثرا تا پایان همون سال بر اثر عوارض تشعشعات رادیواکتیو جونشون از دست میدن. شدت انفجار بمب اتمی هیروشیما یا همون لیتل بوی برابر با انفجار حدود 15,000 تن TNT. شدت انفجار بمب ناکازاکی یا همون فتمن هم برابر با حدود 21,000 تن TNT دیگه. کلا هر 6 گرم اورانیوم حدود 100,000 کیلو که میشه 100 تن TNT قدرت انفجار داره. خب بریم سراغ بمب اتمی بعدی به نام B-83 که اونم مال آمریکاست و تستش سال 1984 انجام شد که قدرت انفجارش بیش از قدرت انفجار 1,000,000 تن TNT بود. یعنی 80 برابر بمب اتمی هیروشیما. خیلی حرفا. اصلا اون دود قارچی بعد از انفجارش ارتفاعش از ارتفاع کوه اورست هم بیشتر بود. یعنی حتی از ارتفاع پرواز هواپیمای مسافربری هم بیشتر بود. ببین چی بوده. حالا بمب بعدی که میخوام بگم مثلا تو یه لیگ دیگه است، بمب هسته‌ای به نام کاسل براوو که تستش هم توسط ارتش آمریکا در جزایر مارشال انجام شد که قدرت انفجارش حدود 15 میلیون تن TNT، یعنی حدود 1000 برابر بمب هیروشیما. ولی با این حال در مقابل قوی ترین بمب اتم جهان حرفی برای گفتن نداشت. سال 1961 شوروی سابق بزرگترین انفجاری که بشر در طول تاریخ کره زمین انجام داده بود و ایجاد کرد. اونم با تست بمب اتمی به نام تزار که شدت انفجارش حدود 50 میلیون تن TNT بود، یعنی بیش از 3000 برابر بمب اتمی هیروشیما دیگه. یعنی هیروشیما حکم یه ترقه بازی رو داشت. تست این بمب اتم تزار هم تو مناطق قطب شمالی انجام شد، ولی با این حال موج انفجارش تا کشورهایی مثل نروژ و فنلاند و این جاها هم رسید و شیشه خیلی از خونه‌هاشون شکسته شد. اصلا دانشمندان میگفتن این صدای موج انفجار یه دور کل کره زمین چرخیده، یعنی هر جای کره زمین بودی با دستگاه میتونستی این صدا رو، این موج رو در واقع رصد کنی. حتی اون ابر قارچی شکل بعد از انفجارش شما از فاصله 160 کیلومتری از منبع انفجار با چشم عادی میتونستی ببینی. حتی روسیه با یه چالش جدید اصلا مواجه شده بود که اون هواپیمایی که این بمب میندازه چجوری صحنه رو سریع ترک کنه و درگیر موج انفجارش نشه و از بین نره. تازه اینایی که گفتم قدرت تست بمب اتم تزاره. بمب اصلی حدود 2 برابر تست تزار قدرت داشت که البته هیچ وقت ساخته نشد، ولی قدرت انفجارش برابر با قدرت انفجار حدود 100 میلیون TNT بود. خب حالا وقت شبیه سازی خسارت انفجار بمب اتم در تهرانه که 100 البته قرار نیست به اتفاق بیفته، یعنی اصلا احتمالش خیلی خیلی کمه، یعنی تقریبا میشه گفت نزدیک به 0 دیگه. اصلا کلا بمب اتم دیگه خیلی در عصر حاضر چه میدونم با معیارهای اخلاقی دنیا فاصله داره دیگه. اصلا افکار عمومی استفاده مجدد از بمب اتم رو به این سادگی پذیرا نیستن. نه چه اصلا تو کل دنیا اصلا هر جا دیگه استفاده مجدد از بمب اتم احتمالش خیلی کمه دیگه. حالا چه برسه بخواد بر علیه مثلا ایران عزیزمون بخواد استفاده شه. حالا بگذاریم، منظورم که جای نگرانی نیستی که داریم یه فرض تقریبا محال رو صرفا بررسی میکنیم. خب بگم این شبیه سازی و کلا این آماری که میخوام بهتون بگم توسط سایت نیوک مپ محاسبه شده دیگه. یه سایتی که خودتون هم میتونید وارد بشید و شهر و نوع بمب و نمیدونم یه سری مشخصات رو وارد کنید و یه آمار شبیه سازی شده و تقریبی
بهتون میده. منم شهر تهران رو انتخاب کردم و مرکز انفجارم میدان فردوسی انتخاب کردم و اون بمبایی که در موردش این ویدیو صحبت کردم همه رو از نوع هوابرد انتخاب کردم دیگه. دقت کن، چون بمب‌های اتم بعضا دو مدل منفجر میشن دیگه. یه سریش خیلی نزدیک سطح زمین منفجر میشن، بهشون میگن گراوند برست. یه سریشون به نسبت یه کوچولو بالاتر از سطح زمین منفجر میشن که بهش میگن ایر برست. فکر کنم ایرانیش میشه هوابرد. منم این بمبا رو هوابرد انتخاب کردم چون بمب‌های اتمی هیروشیما و ناکازاکی هم در واقع هوابرد بودن دیگه، یعنی سطح زمین نزدیک خیلی سطح زمین منفجر نشدن. به خاطر همین است که بعد از یه مدتی تونستن مردم ژاپن تو این شهر هیروشیما و ناکازاکی در واقع زندگی کنن دیگه. اگه بمب گراوند برست بود و خیلی نزدیک سطح زمین منفجر میشد، شاید الان مثلا چرنوبیل تا مدت‌ها نمیشد اونجا زندگی کرد. خب اگر بمب اتم هیروشیما به صورت هوابرد بالای میدون فردوسی منفجر بشه، حدود 210,000 نفر کشته و 600,000 نفر مجروح بر جای خواهد گذاشت. شعاع ناحیه آتش، شعاع انفجار سنگین، انفجار سبک، تشعشعات، شعاع حرارت، همه رو این پایین گذاشتم، میتونید ملاحظه کنید، ولی دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. بمب اتمی ناکازاکی هم تقریبا مشابه همینه دیگه، فقط 10% حالا قدرت تخریبش بیشتره. اما اگر بمب اتم B83 در میدان فردوسی منفجر شه، منجر به کشته شدن حدود 2.5 میلیون نفر و 3.5 میلیون نفر هم مجروح بر جای خواهد گذاشت و شعاع انفجارش به حدی بزرگه که حالا جدا از مناطق مرکزی مثلا کل مناطق شمالی تهران هم در بر میگیره، یعنی یه جورایی یه بخش عمده‌ای از تهران تخریب میشه. حالا اگه بمب کسل براوا تو میدان فردوسی منفجر شه که تعداد کشته البته تو تهران بیشتر از تعداد مجروحین هم خواهد بود، یعنی حدود 5.5 میلیون کشته و 4.5 میلیون مجروح بر جای خواهد گذاشت که در واقع یه جورایی کل تهران تخریب میشه که هیچ بخشای بزرگی از کرج هم میتونه تحت تاثیر قدرت تخریب این بمب در واقع قرار بگیره. و اما اگر بمب تزار، بمب 50 مگاتنی تزار که یه دورم قبلا تستش انجام شده در تهران منفجر بشه، حدود 9 میلیون کشته و 2.5 میلیون مجروح در تهران در جای خواهد گذاشت، یعنی یه جورایی کل تهران تخریب میشه که هیچی بخشای عمده‌ای از کرج هم تخریب میشه و حتی شهرهای دور تهران مثلا رباط کریم، اسلام شهر، نمیدونم روده، اینا هم از قدرت تخریب این بمب در امان نخواهند بود، یعنی یه جورایی 10% جمعیت ایران جونشون از دست میده. خب احتمالاً با من هم نظر هستید که این آمار خیلی ترسناکه و ممکنه 1000 تا فکر و خیال هم بیاد تو سرتون، ولی خیالتون راحت، اینا صرفا یک فرض بود که ما حول محورش بتونیم به قدرت تخریب بمب‌های اتم بیشتر آشنا شیم دیگه، اگه نه جای